جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. به مثل پیشتره همسرت را دوست نمی‌داری؟ می‌دانی سبب در چیست؟ به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جوان به پیش عالم آمد و از عالم بپرسید که برای چی مثل پیشتره من همسرم را دوست نمی دارم؟ پیش او را دوست می داشتم و حاضر دیداری روی او را ندارم، نمی خواهم که او را ببینم. سبب در چیست؟ عالم در جواب گفت برای خاطر آنکه تو با دیگر زنها صحبت میکنی. این جوان در هیجان افتاد و گفت شما از کجا میدانید؟ عالم گفت هر وقتی که انسان به حرام چنگ بزند، خداوند لذت حلال را از او میگیرد و به همین سبب، به سببی که تو با حرام چنگ زدی، خداوند این لذت حلال را از تو گرفته است و به همین سبب تو همسرت را دوست نمی‌داری و خواهان دیدار او نداری. پس به درگاه خدا توبه بکن و بازگرد به سوی خدا و از گناهان خود دور شو و ترک گناه کن تا خداوند لذت آن حلال را بر تو دوباره بازگرداند. بله برادر و خواهر عزیزم، امروز بسیاری عائله ها به این سبب ویران می شوند. به سبب آنی که مرد با زنهای نامحرم و زن با مردهای نامحرم گفتگو می کند و این سبب ویران شوی عائله ها می گردد. پس عزیزان من، از حلال کرده خداوند استفاده ببرید و به حرام کرده دست نزنید، چون به حرام دست زنید خداوند لذت حلال را از شما می گیرد. پس به سوی همسران خود نظر بکنید، وظیفه بردوش بودن خود را انجام بدهید، آنها را نوازش بکنید، با آنها صحبت بکنید، با آنها شوخی بکنید تا عائله خود را از این بلای زمان که بر هم خوردن عائله هاست نگاه بدارید. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.